امروز 6 می 2025 فرست تایم پس شدم. مرسی آقای رش. امروز 6 می 2025 فرست تایم پس شدم. مرسی آقای رش. سلام دوستان، خیلی ممنون از آقای رج و خانومش که واسه پاس کردن دراوینگ لایسنس خیلی زحمت کشیدن، کمکم کردن. امروز 7 12 جنوری 2023. مرسی رجو. امروز 16 آپریل first time pass. Thank you for everything Mr. Raj. امتحان اول قبول شدم. 20 جلسه با یوکسابه برداشته بودم. خیلی عالی به من درس دادن. تمام راههایی که برده بود. July 1st, 8 a.m. in the morning and first time pass. 1st of July 2000. سلام، من علی هستم. فرست تایم پاس با آقای رج عزیز خیلی زحمت کشیدم، خیلی نکات خوبی بهم گفتم، واقعا ازش. Today is 11th June 2025. I passed my test in my first try. امروز 26 جون 2025 من همین الان پاس شدم امتحان رانندگیمو. خیلی خوشحالم. امروز 30 جون من برای اولین بار امتحان رانندگی رو پاس شدم. ممنونم از آقا ایرج و همسرشون که امروز 7/7/2025 با کمک آقای رش تونستم فرست تایم امتحان رانندگیمو پاس بشم. دستشون خیلی درد. Today is 11th of July 2025 and I could pass my practical test today and I'm over. امروز 11 جولای پس کردم. مرسی آقای رش. که خوردم از دهان بندی در این دریا، در این دریا. It's 17th of July 2025 and I'm pleased to say that I passed in Barnet with UK Driving School and I'm so happy with the. امروز 23 جولای. ممنون آقای رج، لطف کردین. من امروز پاس کردم. خیلی ممنون از زحماتتون. امروز 30 جولای 2025 فرست تایم با عموی رج گرفتم. امروز 30 جولای 2025 فرست تایم با عموی رج گرفتم. امروز اول آگوست فرست ترای با آقای رج پاس شدم. خیلی خوشحالم.